سلام و درود خدمت همه شما عزیزان به آموزش ولت متامسک خوش اومدید. توی این آموزش ما قراره که حالا به شما نحوه کار با ولت متامسک رو یاد بدیم و همینطور اینکه چطوری شبکه‌های مختلف رو داخلش اد بکنیم و اینکه حالا سازوکار ولت متامسک به چه صورت هستش. بعد از اینکه ما حالا ولت متامسک رو نصب می‌کنیم چه روی دستگاه اندرویدی چه روی دستگاه‌های حالا iOS با چنین صفحه مواجه میشیم وقتی میریم داخلش. از توضیحات داده به ما که مثلا متامسک چی هستش و چیکار میشه کرد. اینجا گزینه گت استارتد رو میزنیم. اینجا ازمون 3 تا گزینه بهمون میده. اولین گزینه اگر شما از قبل یه حالا به اصطلاح پرایوت کی یا ریکاوری فریز دارید میتونید اینو اینجا قرار بدید و حالا ولت قبلیتون رو اینجا ایمپورت بکنید. اگر که روی حالا دستگاه ویندوزیتون یا اینکه مکتون یا روی مرورگر کرومتون یه اکستنشن متامسک دارید میتونید حالا گزینه دوم رو انتخاب بکنید و با اکستنشنتون مچ بشید و یا سینک بشید. گزینه سوم که حالا ما امروز با این کار داریم ولت جدید میسازیم. میذاریم روی گزینه سوم. اینجا حالا یه سری توضیحات هستش، یه سری قوانینه که ما باید قبول بکنیم و اگری رو میزنیم. خب اینجا ما باید حالا یه پسوردی وارد بکنیم که هر موقع که دقت کنید هر موقع شما بخواید بیاید داخل ولت متامسکتون اگر که حالا با فیس آیدی یا اینکه با اثر انگشت یا هر نوع رمز دیگه‌ای که دیفالت به صورت روی گوشیتون هست نتونید وارد بشید، باید حتما این رمز رو وارد بکنید. حالا ما یه رمز جدید میسازیم. ببینید اگر یه رمز حالا خیلی ساده‌ای وارد بکنید اینجا پسورد استرنگتتون رو ویک نشون میده. این یعنی چی؟ یعنی که حالا پسوردی که شما درست کردید برای حالا ولتتون خیلی ضعیف هستش. برای این کار بهتره که شما حتما داخلش از اعداد استفاده بکنید، حروف بزرگ و کوچیک و همینطور اعداد کاراکترهای ویژه مثل علامت دلار، شارپ، ادساین و علامت‌های دیگه. حالا ما میایم یه پسورد قوی‌تر میسازیم. این سری حالا از همون نکاتی که گفتم استفاده میکنیم. خب حالا همینجور که میبینید اینجا دوباره پسورد استرنگت رو گود داره نشون میده. پسوردمون رو ببینید بیت بود شارپ 1 2 3 4. ببین هم حروف بزرگ داره، هم علامت کاراکترهای ویژه رو داره و همینطور اعداد. میایم اینجا دوباره باید همون پسورد رو وارد بکنیم. خب اینجا توی گزینه بعدی نوشته ساین این ویت فیس آیدی یا حالا روی دستگاه دیگه که حالا به صورت دیفالت وارد شدن یا باز کردن موبایل به صورت حالا با یا اثر انگشت یا فیس آیدی هستش. اگر این تیک رو بزنید سبز باشه یعنی که شما میتونید با همین فیس آیدی یا اینکه اثر انگشتتون لاگین بکنید. اگر که خاموشش بکنید فقط با این پسورد میتونید لاگین بکنید. اینو روشن میذاریم، آی آندرستند رو میزنیم. چون که الان فیس آیدی رو نمیشد استفاده کرد، حالا من فعلا خاموشش کردم. اینجا یه سری توضیحات میده که حالا ولتمون رو چطوری باید سکیور بکنیم، یعنی که چطوری محافظت بکنیم ازش، ریکاوری فریزامون رو چطوری برداریم. استارت رو که بزنیم اینجا برامون حالا توضیحات میده این که چطوری باید این کار رو انجام بدیم، به چه صورت باید باشه و حالا دستورات خاص خودش رو داره. استارت رو که بزنیم دوباره پسوردی که اون اول داده بودیم رو ازمون میخواد. خب حالا همینجور که تو این صفحه میبینید برای ما اینجا حالا ریکاوری فریزامون رو نشون داده که اگر ما روی حالا گزینه ویو بزنیم 12 کلمه ما رو نشون میده و ما باید حالا این 12 کلمه‌مون رو یه جا یادداشت بکنیم. بعد از اینکه یادداشت کردیم بیایم و توی مرحله بعدی واردشون بکنیم. اینجا حالا به نوبت کلماتی که نشون داده بود برامون اولین کلمه رو میزنیم. خب همونجوری که میبینید موقعی که کلمات رو درست وارد میکنیم اینجا حالا برامون گزینه سکسس رو میزنه که اگه کامپلیت بکاپ رو بزنیم برامون ولتمون رو میسازه. شما البته میتونید توی مرحله اول همونجا که میگه که بیاید از حالا ریکاوری فریزتون بکاپ بگیرید، میتونید توی همون مرحله اول اصلا اسکیپ رو بزنید و بکاپی نگیرید، ولی خب مراقب باشید
اگر این کارو انجام ندید، اگر که حالا 1% متاماسکتون پاک بشه، دوباره نمیتونید اون اکانتی که داخلش فانداتون رو داشتید برگردونید. به همین دلیل حتما توصیه میشه از این 12 کلمتون یه بکاپی داشته باشید. توی مرحله بعدی حالا همونجوری که میبینید این والت متاماسک هستش، بخشای مختلف خودش رو داره، بخش براوزر رو داره، والت ترانزکشن هیستوریه، میتونیم حالا آدرس والتتون رو روی اتر اسکن ببینید. توی این بخش اگر گزینه ریسیو رو بزنیم آدرس کیف پول اتریوممون رو نشون میده. اگر که حالا بای رو بزنیم که هیچی اصلا مسئله شده هستش، سند رو بزنیم میتونیم فاندامون رو بفرستیم توی یه والت دیگه. سواب رو هم بزنیم، حالا وصلمون میکنه به یه سری از صرافی غیر متمرکز مثل یونیسواب، وانیج و بقیه صرافی برای انجام سواب. یه فرق عمده‌ای که والت متاماسک و بقیه والت‌ها مثل تراس والت داره اینه که والت حالا تراس والت یه مولتی کوین والت هستش. اگر هم برید توی قسمت والتاتون نشون داده که مولتی کوین والت نوشته. مولتی کوین والت یعنی این که شما هر آدرسی رو بدید بهش میتونید توکن‌های مختلفی رو داخلش اد بکنید با بسترهای مختلف. میتونید بستر اسمارت چین باشه، اتریوم باشه. منتها والت متاماسک همینجور که میبینید فقط به اصطلاح روی یک بستر هستش. یعنی چی؟ یعنی که ببینید من این بالا اگر تو این قسمت که نمیشه والت بزنم، میبینید یه سری نتورک های مختلف داره که شما باید حالا اینا رو انتخاب بکنید. بر اساس حالا این نتورکی که انتخاب کردید یا بستری که انتخاب کردید، اون موقع تازه میاد ارزهای شما رو نشون میده روی اون نتورک داخل والتتون که دارید. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما اگر که اتریوم بزنید با حتما روی اتریوم مین نتورک باشید تا استاتون رو نشون بده. اگر که به اصطلاح اسمارت چین بزنید با حتما روی والت اسمارت چین باشید، روی نتورک اسمارت چین باشید تا استاتون رو نشون بده. این حالا همونجوری که گفتم یه سری نتورک‌های محدودی داره که برای این که بتونیم نتورک‌های دیگه‌ای رو بیاریم داخلش باید به صورت دستی بریم نتورک‌ها رو یا بسترها رو اد بکنیم داخل والت. برای این کار شما حالا این گزینه سه تا خط رو این بالا میزنید، میایید تو قسمت ستینگز، میایم یه ذره پایین‌تر بخش نتورکس. تو بخش نتورکس یه گزینه‌ای داره این پایین، حالا از قبل نتورکایی که داریم اینجا نشون داده. یه گزینه‌ای داره اینجا به اسم اد نتورک که بزنیم روش یه سری از همون حالا اطلاعات اون شبکه‌ای رو که می‌خوایم اد بکنیم. برای این کار ما میایم حالا داخل گوگلمون حالا سرچ می‌کنیم به راحتی BSC main network. بعد حالا اولین سایتی که برامون میاره حالا سایت مدیوم هم هستش، یا اینکه حالا میتونید از خود سایت بایننس برید بردارید. حالا ما میریم داخل سایت مدیوم، یه ذره که بیایم پایین‌تر خب برامون اینجا الان اطلاعات نتورکمون رو نشون میده. توی مرحله اول برای اینکه حالا اولین چیزی که از ما میخواد اینجا، اولین قسمتی که از ما میخواد نتورک نیم هستش که ما برای این کار باید بریم حالا داخل همون سایت مدیوم این اطلاعاتی رو که اونجا زده کپی بکنیم و بیاریم توی قسمت‌های مختلفش قرار بدیم. بعد از اینکه اطلاعات رو وارد کردیم از داخل اون سایت، به احتمالی براتون حالا این صفحه به این شکل در میاد، یعنی که حالا تمامی این آدرس‌ها باید با این یکی باشه. بعد از اینکه این کار رو کردید گزینه اد رو شما میزنید و حالا والت اسمارت چین شما ساخته میشه. همونطور که میبینید حتی لوگوی بایننس هم براتون میاد که لوگوی اسمارت چین هستش. از این بابت اگر شما بخواید فاندی رو روی بستر وب توینی انتقال بدید روی والت متاماسکتون، باید حتما داخل این بخش نتورکس بیایید پایین اسمارت چین رو انتخاب بکنید و آدرس ریسیو اسمارت چین رو بدید. و یا اگر هم بخواید اتریوم انتقال بدید باید بیایید داخل بخش اتریوم مین نتورک و اینجا آدرس ریسیو رو بدید تا برای شما اتریومتون جابجا بشه. برای تمرین دوباره حالا من این سری میام و پولیگان رو اد میکنم داخل والت. حالا مینت پولیگان رو میایم اد میکنیم، همونجوری که گفتم میایم توی ستینگز، توی بخش نتورکس اد نتورک
بعد از اینکه میایم حالا اطلاعات شبکه پلیگون رو وارد میکنیم، توی قسمت نتورک نیم که مشخصه پلیگون مین نت، توی بخش RPC URL آدرس حالا RPC شبکه پلیگون رو میدیم، چین آیدی 137 سیمبل ماتیک هستش که همون پلیگون میشه که سیمبولش به صورت ماتیک نشون داده میشه. بلاک اکسپلوررش هم که مشخصه پلیگون اسکن هستش. دوباره ما اگر گزینه اد رو بزنیم، همونجوری که میبینید حالا شبکه پلیگون هم داخل ولت متامسکمون اد میشه که حالا هر موقع بخوایم فاندی رو جابجا بکنیم که اگر روی شبکه پلیگون بود و بیایم داخل بخش نتورکس، بیایم پلیگون مین نت رو انتخاب بکنیم و فاند هامون رو و اسست هامون رو به اینجا انتقال بدیم. امیدوارم که تونسته باشم کمکی بکنم بهتون و این آموزش به دردتون خورده باشه. تا دیدار دیگه بدید.